به نام خداوند بخشنده مهربان. بیننده عزیز، حلقه امروزی ما درباره امام جواد است. امام جواد ابو جعفر محمد ابن علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی سجاد ابن حسین شهید ابن علی مرتضی الهاشمی القرشی المدنی هست و او در نزد ما اهل سنت و جماعت از سادات خاندان علوی و از اعیان بنی هاشم حساب بشود و از اهل فضل و کرم است. اما در نزد شیعه اثنا عشری باشد و امام معصوم نهم حساب بشود و اهل سنت و جماعت جز بابای محمد صلی الله علیه وسلم عصمت کسی دیگر را در این امت قبول ندارند. محمد جواد سال 195 هجری در شهر مدینه منوره تولد شده است. پدرش علی ابن موسی رضا است و مادرش باشد یک کنیز از نوبه است. گفتیم که نوبه منطقه در جنوب مصر و شمال سودان است. این کنیز به نام سکینه یا اینکه به نام خیزران معروف بود. محمد جواد وقتی کودک بود یا اینکه بچه نو به سن تمیز میرسید که پدرش وفات کرد و هنگام وفات پدر 7 سال و 3 ماه داشت. ابن تیمیه رحمت الله علیه امام جواد را وصف کرده، میگه که کان من اعیان بنی هاشم، میگه محمد جواد از اعیان بنی هاشم بود و از سادات بنی هاشم بود و هو معروف بسخائه و میگه با سخاوت و دستگشادی خودش معروف است و بنابراین لقب جواد را گرفت. از جود و کرمی که داشت لقب جواد را به خود کسب کرد. امام محمد ابن علی یکی از انسان‌هایی بودند که به جود و کرم خود مشهور بودند. خیلی گفته گذاشتم حضور. از جمله لقب‌هایی که داشتند محمد تقی و محمد قانع و محمد زکی و غیر دیگر از لقب‌های نیک است. محمد تقی یا اینکه امام جواد با دختری خلیفه مأمون خاندار شدند، لکن بسبب اونکه از او کودک دار نشدند جاریه یا اینکه کنیزکی مغربی رو به نام سمانه گرفتند و با او ازدواج کردند و همه فرزندان امام بزرگوار از همین زنشان تولد شده است. از جمله ترجمه شخص بعدی که ما درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، علی هادی نیز از همین زن تولد شده است. ببینید بعضی میخواهند که بین امت اسلامی پراکندگی افکنند، بجای آنکه امت را وصل کنند امت را فصل میخوان کنند. اینجا امام داماد خلیفه هست، پدر امام داماد خلیفه هست، پدر و پسر باجه هستند، اجازه بدید که هر دو دختر خلیفه عباسی مأمون را گرفتند، لیکن بعضی میآیند میخواهند که بین اینها جدایی اندازند. اینا یک خاندان هستند، اصلا همه اینا هاشمی هستند، چه عباسی ها چه علوی ها همگی از بین هاشم حساب میشوند. عباس همه که پیغمبر است، خلیفه های عباسی از فرزندای عباس بودند که همه که پیغمبر است. عباس هم از اهل بیت است، علی هم از اهل بیت است، لیکن بعضی میخواهند که بین اینا جدایی اندازند، گویا که کلمه اهل بیت را منحصر به یک چند نفر شخص میکنند و خلاص. لیکن البته یه فکری نادرستی هست. اهل بیت خیلی مدت حلقه‌های گذشته گذاشتیم، اهل بیت این آل علی و آل جعفر و آل عقیل و آل عباس هستند، همچنین آل حارث از بنی مطلب. بزرگترین علمای اهل سنت که درباره امام جواد ترجمه نوشتند این ابن طلحه شافعی، ابن تیمیه، ذهبی، صفدی، یافعی، ابن حجر هیتمی و غیر از علمای اهل سنت و جماعت درباره این امام پاک و این امام بزرگوار ترجمه نوشتند، فضیلت‌های او را ذکر کردند، منزلت او را ذکر کردند، مقام و بزرگواری او را برای امت آشکار کردند. لکن متاسفانه امام عمر زیادی ندید، یعنی میتونم بگم که در جوانی فوتید، در سن 25 سالگی. امام رحمت الله علیه و علیه السلام 2 نفر از خلیفه های عباسی را هم اصلی کردند. یکی گفته مأمون که پدر عروسشان بود و پدر عروس پدرشان بود، اینچنین یعنی خیلی علاقه زیش داشتن، علاقهشون خیلی خوب بود.
در حالی که فرزندای حسن در زندان ها بودند، فرزندای حسن شورش میکردند. این امام های بزرگوار در آغوش خلیفه ها بودند، با آنها در قصر بودند، زندگی خوبی داشتند. یکی پدرشون امام رضا چه خیلی گفتیم ولی عهد بود و این پسرم داماد خود خلیفه شده بود. چه خیلی گفتم امام جواد در مدینه تولد شدند و کودکی خود را در مدینه گذراندند تا اون زمانی که پدرشون را خلیفه مأمون به شهر توس که پایتخت اون زمان بود در خراسان بود دعوت کردند. بعد امام اونجا رفتند، یعنی که امام رضا. و وقتی که امام رضا فوتیدند، خلیفه عباسی مأمون به والی خود در مدینه دستور میدهد که فرزند امام رضا محمد جواد را به بغداد بیارند و امام را به بغداد میبرند و در بغداد زندگی خود را دوام میدهند. خیلی که خیرالدین زرکلی میگوید محمد جواد میگه کان رفیع القدر که اسلافه ذکیا، مگر مثل گذشتگان و باباهای خود رفیع القدر بود، بلند مرتبه بود و خیلی زیرک و زرنگ هم بود و بسیار جوان حاضر جواب هم بود. در قصه که ابن حجر حیتمی نقل میکنه ببینیم که میگه که روز مأمون در کوچه از کوچه های بغداد میگشت و وقتی کودکای میده که در اونجا اینچنین محمد جواد با اونها باز میکرد، اون کودک بود در سن 9 سالگی، همه کودکا گرفتن جز محمد جواد. خلیفه مأمون آمد نزد جواد گفت چرا؟ گفت اونها گرفتن تو نگرفتی. بعد امام یک جواب عجیبی داد که دلت بر حاضر جوابی، بر ذکاوت و زرنگیش میکنه. گفت که یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنان، کوچه تنگ نبود که من برای تو کوچه رو وسیع کنم و جنایت نکردم که من از ترس تو فرار کنم. این چنین من اینقدر میدونم که تو همین خیلی انسان خوبی هستی و انسان عدالت پیشه هستی که به سبب کسی رو ظلم نمیکنی، به کسی ضرر نمیرسونی. وقتی که مأمون این رو شنید یقین کرد که این از سلاله نبوت است، از خاندان نبوت است و شخص بزرگواری هست. و چه خیلی گفتیم دخترش ام الفضل را به امام محمد جواد داد. چه خیلی که پیشتر و دخترش ام حبیب را به پدر امام جواد علی رضا داده بود. ابن کثیر میگه که رحمت الله علیه نکاح ام الفضل دختر مأمون با علی جواد در حیات پدرش علی ابن موسی رضا شده بود، اما دخولش بدتر تأخیر کرد. امام ذهبی رحمت الله علیه میگه که مأمون امام جواد را خیلی دوست می‌داشت و به او خیلی گفتم دختر خودش را داد و او را در مدینه جا کرد و برای وی هر سال میلیون درهم میفرستاد. سالانه میلیون درهم، چه در کتاب پیشین میگن هزار درهم میفرستاد. و محمد جواد هم به یک سخاوت کم نظیر خودش، به یک کرم کم نظیر خودش همه این را برای شخصانی کم بغل محتاج تقسیم میکرد. و بعد از اون که مأمون وفات کرد، امام زمان معتصم رو نیز دریاب کردند و با معتصم نیز علاقه خوبی داشتند. حافظ ذهبی میگه که معتصم به نزد امام یک نمایندگان خودش را فرستاد و امام را خیلی عزت و اکرام کردند و برای امام رحمت الله علیه هدیه ها فرستاد و او را نیز سالانه برای امام همون مقدار میفرستاد که مأمون میفرستاد. من نمیدونم چرا بعضی هم میخوان که خیلی گفتیم بین اینا جدایی اندازند و گویا که هر دو همین را پسر و پدر را گویا که عباسی ها زهر داده باشند. و از عباسی خلیفه هست، مقامات دارد، اینقدر نظامی ها دارد، از مشرق تا مغرب حکومترانی میکند، مگر جرأت یک نفر رو کشتن نمیکنه که و شخص به زهر میکشد؟ یعنی این امام های بزرگوار، این انسان های پاک احتیاج به فضیلت تراشی ندارند، احتیاج به فضیلت تراشی اونها را شهید برآوردن ندارند. چه لازم است بین امت اسلامی پراکندگی، جدایی را ترغیب و تشویق کردن؟ امام جواد رحمت الله علیه سال 220 هجری وفات کردند و در مقبره معروف به نام مقبره قریش در نزد بابای بزرگوارشان موسی کاظم دفن کرده شدند. الله تعالی از موسی کاظم و از علی رضا و از محمد جواد و از گذشتگان بابایان او راضی باشد. صلوات و سلام و درود خدا بر روح و روان ایشان باد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.